ببین موضوع امروز اصلا پیچیده نیست، منم نمیخوام بپیچونمش یا اینکه لقمه رو اینجوری بذارم تو دهنم به قولی. بذارید خیلی واضح و ساده ازتون بپرسم، چقدر ما به آرامش فکری و خیال راحت نیاز داریم ولی متاسفانه بیشتر وقتها به دستش نمیاریم؟ میخواید راه و روشی که رسول الله علیه السلام بهمون آموزش داده رو بهتون بگم؟ راستش فقط یکم صبر و تلاش بدنی و جسمی میخواد، ولی انشالله که نتیجه 100%. این روش یکم عجیبه. میگه یعنی در واقع پیامبرمون علیه السلام میفرمایند من صلی الصبح فی جماعه فهو فی ذمة الله. میدونی یعنی چی؟ فوق العاده است. هر کس نماز صبح رو به جماعت بخونه در پناه خداست. میدونی خدا پروردگار جهانیان اگه پشت و پناهت باشه یعنی چی؟ یعنی زندگی تأمینه. به زبون ساده میشه یه حمایت خاص، مراقبت خاص، توفیق خاص، راحتی خاص که بازم به زبون ساده تر میشه یه خیال راحت، یه آرامش عجیب و غریب که تو وضع عادی اگه دنبالش بری و به خاطرش میلیون‌ها دلار هم پرداخت کنی به خدا که پیداش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد عز و جل. ولی این روشی رو که رسول الله علیه السلام میگه یه شرط و شروط هایی هم داره و به هیچ وجه فکر نکنید که خدا مهمترین و زیباترین و ارزشمندترین گنجهاش رو میده به کسی که واقعا نمیخوادش. مستر بی خیال رو که میدونید کیه، باهاش آشنا بشید. این گنج میرسه به کسی که میخوادش. الان یکی بالا میشه میگه بابا بی خیال، ای میگه گنج کدوم گنج؟ چه کشکی؟ بهش میگم دارم در مورد گنج راز نزدیکی به خدا صحبت میکنم، گنج احساس حمایت کامل پروردگارمون، جوری که پیامبرش بهمون یاد داده علیه السلام. گنج بهترین احساسات، گنج احساس حمایت از تو، گنج احساس آرامش تو لحظه زندگیت. یعنی ارزششو نداره به دست آوردنش؟ قلقلکت نمیده؟ ببخشید ولی اگه فکر میکنی برات حمایت خدا اونقدر هم مهم نیست، یه جای کار میلنگه، یا تو ایمان یا طرز فکر. چون ما داریم کل زندگیمون رو هدر میدیم و شاید حتی شخصیت خودمون رو هم از دست بدیم برای اینکه به یه جای برسیم. طرف اگه یه وزیر بهش بگه هر روز باید ساعت 5 بیدار شی و نیم ساعت کار کنی، در عوض خودم ازت حمایت میکنم تا آخر عمر پابوس وزیر میشه. بعد تو برمیگردی و میگی حمایت پروردگار جهانیان واسه مهم نیست. بابا بی خیال. اما به دست آوردن اون گنجی که حمایت خدا رو به دنبال داره یه حساب کتاب های دیگه ای هم داره. by the way خرجی رو دستت نمیندازه اما باید انجامش بدی. برای به دست آوردن حمایت پروردگار جهانیان باید نماز صبح رو همیشه به جماعت بخونیم. اما چطور؟ شاید برای هر کسی این کار سخت باشه. از یکی از علمای سلف پرسیدند چطور نماز شب برای نماز تهجد بیدار شیم؟ گفت تو روز ازش اطاعت کن که شب برای بلند شدن برای نماز تهجد بهت کمک کنه. و الان ما و جماعت خوندن نماز صبح یعنی خداییش نمیشه که نذاری هیچ دختری از تو خیابون از زیر چشمت رد بشه، از بالا تا پایین اسکنش نکنی، یا هیچ فیلم
داری، نباشه که ندیده باشی و بعد بخوای که خدا کمکت کنه که همیشه نماز صبح هم جماعت بخونی. نمیشه که میری و میایی زبونت این هوا دراز شه وقتی با مادرت حرف میزنی. هی به من گیر میدی، وا چقدر چیز میز میخوای، دیوونم کردی. بعد از اینا توقع داشته باشی خدا پشتت باشه. پس همونطور که گفتم تو روز اطاعتش کن تا برای عبادت خودش کمکت کنه. مرد باش، از همین الان تصمیم بگیر و کاری کن که تو حمایت پروردگار جهانیان باشی. بشینی با خودت 2 تا 4 تا کنی، میبینی شدید ارزششو داره.